صبح ساکنان دهه ارباب خاتون در کنار دوشنبه 10 سال باز دودآلود است. در پهلوی این دهه حداقل 3 کارخانه آهنگودازی با فناوری‌های چینی فعالیت می‌کند که هر صبح کام ساکنان را تلخ می‌کند. شریفه ساکنی ارباب خاتون میگوید با به کار شروع کردن کارخانه‌های آهنگودازی صبح به مشام آنها نه نسیم فارام و هوای تازه بلکه بوی غلیظی گداخته آهن و دودی انگشت میرسد. دودی زباد مورا چی دارد؟ زلال دارد. شبا خواب کرده نمیتونه، کودکان نفس نقص کشیده نمیتونن. خیلی ممکن باشه در گرفته شود. در تریزور هوی مونده نمیتونیم. در تریزور هوی موندیم همه دود در خانه گشته نمیشه. بالای میز و شکاف هست. بالای میز همش دوده. پوشاک میشویم سر پوشاکمون گرفته نمیتونیم، همش دود هست. عین چنین شکایت ها را دیگر ساکنان ارباب خاتون در صحبت با آزادی ابراز داشتند. دهه ارباب خاتون در شفت یک منطقه صنعتی دوشنبه در محله پلی‌تکنیکوم قرار دارد. ساکنان ارباب خاتون میگویند هرچند تا سالهای 90 در این منطقه 2 کارخانه صنعتی، کارخانه استحصال یخدان پامیر و کارخانه استحصال ارماتور جای گرفته بود و با اقتدار پررأش فعالیت میکرد، اما محیط اطراف و هوای اتمسفر به حد کنونی افلاس نمیشد. اما سید احمد اکرمپور کارشناس در امور محیط زیست میگوید در اصل پرتوهای کارخانه‌های آهنگودازی زیاد نشده است، بلکه مردم در نزدیکی این کارخانه‌ها خانه بنیاد کردند. حدود این کارخانه‌ها، موجودیت این کارخانه در شهر دوشنبه مخصوص در منطقه‌های مخصوص سازمان داده شده است. هنوز در اولی سالهای حاکمیت شوروی که برای صنعت، کارکرد صنعت، البته جایی که صنعت است، دود است، غلیظ است، چند غبار است، خیلی دیگر عموما صنعت این فعالیت است. در آنجا خانه کردن، زندگی میکنن. نکن امروز اونها ادعا میکنن، شکایت میکنن که باید این کارخانه فعالیت نکنند. حین تهیه این گزارش ما از یک چند کارخانه‌های آهنگودازی دیدن کردیم. حالا ما در یکی از کارخانه‌های آهنگودازی شهر دوشنبه قرار داریم و این پرتوهای آهنی که در پس من شما می‌بینید برای این کارخانه محصولات خام به حساب می‌رود و حالا می‌بینیم که در این کارخانه چگونه از این پرتوهای آهن محصولات برای بناکاری آماده می‌کنند. آن همون پرتوهای آهن را آورده در این خمدان برقی میگذارند و در اینجا آهن آب می شود و پسان کارگران این کارگاه آهنگودازی از خمدان آب آهن را میگیرند و طوری میبینیم در اینجا قالب ها گذاشته شدن و در این قالب ها آهن آب شده را میریزند. آهن آب شده را در این قالب ها میریزند و پس از مدت آهن در این قالب ها سخت می شود و بعد سخت شدن کارگران این کارگاه آهنگودازی این آهن ها را میگیرند و بعدا آن شکل مذکور را میگیرد. پس از این شکل این آهن ها را به کارگاه دیگر میبرند که در آنجا از این آهن ها ارماتور، یکی از مصالح اساسی بناکاری، آماده کرده می شود. محض در مرحله استحصال ارماتور محیط اطراف زیاد ضرر می‌بیند، چون که برای گداختن آهن اولیه انگشت استفاده می شود. انگشت در میان سوزشواری‌های معمول در صنعت از همه زیان‌آور برای محیط اطراف شمارده می شود. اکولوژهای مشهور دنیا بر اینند که زیان استفاده انگشت در صنعت به محیط اطراف حتی از سوزشواری اتمی نیز بیشتر است. این هوای اتمسفر رو هر یک شهروند خودش معاینه کردن نمی‌تواند. البته که برای ترکیب هوا رو معاینه کردن و تا کدام اندازه افلاس بودن هوای اتمسفر رو معاینه کردن، این کاری لابراتوری از مرکز نظارت تحلیلی لابراتوری میکند، نظارت میگذاروند، سنجش میگذاروند، تحلیل میگذاروند. خوشبختانه هوای اتمسفر پایتخت عین زمان در حالت خوب است، یگان کمبودی نیست. اما جناب رحیموف افزود با وجود این گاه می شود که کارخانه های آهنگودازی تکنولوژی استحصالات را ویران می کنند و دود انگشت نه از موری بلکه از پهلوهای دیگری خمدان می براید. در این صورت با تاکید رحیموف آنها مسئولان این گونه کارخانه ها را جریمه می کنند. خود همین هفته جمعیت دوره مسئولیتش محدود 2 تا که راهبرش به واسطه شهروند تاجیکستان است، برای
رعایت نکردن طلبات حفظ محیط زیست، یعنی هنگام استفاده برای تکنولوژی مذکور نادرست استفاده برای تکنولوژی مذکور جریمه بندی کردیم. اما ساکنان ارباب خاتون را این ادعاهای مقامات حفظ محیط زیست قانع نمی کند. دودی غلیظ انگشته که از موری های این کارخانه ها خارج می شود زندگیشان را تلخ کرده است و آنها طلب دارند یا فعالیت این کارخانه ها قطع شود یا شیوه کارشان دیگر.